اگه از خواب بیدار شدی و خودتو داخل جشن تولد خودت دیدی و هیچ کدوم از مهمونا رو نمیشناختی، نترس، تو دیگه داخل دنیات نیستی. تولد رو فراموش کن و به این قوانین گوش بده. 1. اگه یه نفر بهت یه کادو داد، اسم روی کادو رو بخون و ببین کادو برای کیه. اگه اسم تو رو کادو بود، اونو بذار زمین و از اونجا دور شو. 2. موقع پخش آهنگ، وقتی داشتن بقیه میرقصیدن تو روی صندلی بشین و هرگز بلند نشو. اگه نتونستی روی صندلی بشینی، شرمنده، نمیتونم کمکت کنم. 3. حدود ساعت 4:41 مهمونا میان بهت تولدتو تبریک میگن. به چهرهشون نگاه کن. که عجیب و غریب بودن، سریع فرار کن به سمت دستشویی و درها و پنجره ها رو قفل کن. 4. اونا چراغا رو خاموش میکنن تا باهات قایم موشک بازی کنن. هرگز قایم نشو و سریع چراغ‌ها رو روشن کن و بگو من پیدا شدم. 5. برای فرار کردن از اونجا باید شمع‌هایی رو کیک رو فوت کنی، ولی فقط یه بار فرصت داری و باید همه شمع‌ها خاموش بشه. اگه خاموش نشد، متاسفم، تو تا ابد اونجا میمونی.